حداقلش کوریه. حداقل لطف بهش خدا به لطف بکنه نابینایی. یعنی بخواد نگه داره. و تو این اتفاق برات افتاد؟ بله من با یه شات که نه با 2 شات نابینا شدم. نه بیشتر. من این اتفاق برام افتاد تو اون جمعه و هنوزم که درگیر نابینایی. برام قشنگ تعریف می‌کنی؟ 2 تا شات خوردی گفتی میرم بخوابم؟ نه من 2 تا شاتو زدم احساس کردم که مست نیستم گیجم. بعد شد ساعت 2-3 گفتم بچه‌ها من یه خورده سردرد خیلی کم. یعنی متانول گیج می‌کنه؟ بله یه گیج خاص. گیجی خاصی که متانول میده اتانول نمیده. یعنی شما وقتی عرق می‌خوری گیجه رو نداری مستی. ولی توی اون گزینه‌ای که متانول داره یه گیجی داری. بعد یواش یواش وارد دوبینی میشی. یعنی اصلا تو بیناییت هم تاثیر میذاره. من دیدم این حالتو دارم و رفتم خوابیدم گفتم صبح بلند میشم بچه‌ها بهم پیغام میدادن من حتی دیگه نمیتونستم تکستامو بخونم. بعد گفتم بچه‌ها من اینجوری هم رفتیم غذا رو بیرون بخوریم و از اونجا دیگه غذا رو خوردم حالم بد شد. گفتم حالم بده منو برسونید فارابی اومدیم زنگ زدم به پدرم رفتیم فارابی سریعا رسیدم تو فارابی و گفت یه آمپول بعد بزنیم. امیر این اتفاقی که داره میفته فقط تو ایران داره میفته یا جای دیگه دنیا هم نه جای دیگه دنیا هست ولی ایران به خاطر اینکه یه محدودیت‌های برای تهیه کردن داره شروع کردن تولید الکل رو و میان خودشون عرق میگیرن. خطرناکترین نوع تولید الکل عرقه. همه عرق کشمش بله حالا به هر عنوان دیگه تولید میکنن دیگه. کشمش تولید میکنن، سیب تولید میکنن، گلابی تولید میکنن. و این عرق ها میتونه تو رو نابود اصلا بله این عرق ها اتانول رو از متانول در فرایند تولید نمیشه جدا کرد و خطرناکترین اول تولید الکلیه که با کشمش انجام میشه. دوم آبجوهایی که میان به اسم شرکت‌های تولید کننده توی بازار ارائه میدن. ما هیچ شرکت تولید کننده در ایران نداریم که آبجوی الکلی بزنه و خیلی ها هستن که با اون آبجوها یا با این الکلا من بالای فکر می‌کنم 350-400 نفر اعضا دارم که این اتفاق واسهشون افتاده و هم در الان یه آماری داره سالانه چقدر ما همچین سالانه رو تا قبل از عید داشتم 13000 حدود 500 نفر. سالی 500 نفر 13500 نفر سالی 13000 سالانه نه از سال 99 تا عید امسال که گذشت 13000 آره 200 تا 500 نفر 13500 نفر نابینا داریم. حالا تازه احتمالاً خیلی بخش دیگه هم فوت شدن. بله چون من